سلام به شما. امروز اومدیم سراغ یه موضوعی که احتمالاً خیلی از شما توی کرج باهاش درگیر بودین. گرفتگی لوله ها، مشکلات لوله کشی. خب ما یه گزارش تحلیلی جلومونه که دقیق شده روی این که چرا لوله های کرج یه جور خاصی ان انگار. بله، یه بررسی دقیق. میخوایم با هم ببینیم واقعا قضیه چیه و چطور میتونید هوشمندانه تر با این قضیه برخورد کنید بدون سردرگمی، بدون هزینه‌های الکی. آماده اید؟ بریم تو عمقش؟ بریم. خب اول از همه چرا اصلا میگیم کرج متفاوته؟ چرا انقدر گرفتگی لوله اینجا شایع‌تره یا شدیدتره انگار؟ ببینید اصلا تصادفی نیست. چند تا دلیل خیلی مشخص داره که مال همین منطقه است. اولیش که خیلی هم مهمه، بحث آب سخت هستش. آب سخت؟ یعنی چی دقیقاً؟ یعنی آب کرج طبق طبقه بندی رسمیش سخت تا خیلی سخته. یعنی چی؟ یعنی پر از کلسیم و منیزیومه. همون رسوبی که توی کتری میبینید. آها. این رسوبات خب کم کم توی لوله ها جمع میشن. مثل رگ قلب که میگیره، قطر لوله رو تنگ میکنن. نتیجهش میشه گرفتگی های پشت سر هم. و جالبه که همین موضوع یه بازاری درست کرده برای خدماتی به اسم رسوب تراشی که خب راستش خیلی وقتا فقط یه بهانه است برای پول بیشتر گرفتن. پس این فقط کتری نیست که داغون میشه، لوله ها هم در خطرن و ممکنه کلی خرج رو دست آدم بذاره. این یه نکته کلیدی بود. دقیقاً. یا عامل دیگه هم هست، زیرساخت‌های ناهمگن. کرج یه شهر چند چهره است، میدونید؟ چطور مثلا؟ مثلا جاهایی مثل فردیس هنوز وصل نشدن به شبکه فاضلاب شهری. یعنی چی؟ یعنی هنوز به چاه‌های جذبی وابستن. حالا اگه خاک اونجا ریزدانه باشه، مثل آختپه مهرشهر، این چاه‌ها زود به زود پر میشن. عجب. از اون طرف مناطق قدیمی‌تر رو داریم. لوله هاشون چیه؟ چدانی، سفالی، فرسوده. اینا هم راحت میشکنن، هم ریشه درخت خیلی راحت نفوذ میکنه توشون. یعنی قدیم و جدید نداره، هر کدوم یه داستانی دارن. ریشه بعضی درخت‌ها هست، مثلا اکالیپتوس، عرعر، اینا خیلی دنبال آبن. کافیه یه ترک ریز تو لوله فاضلاب پیدا کنن، میرن توش یه شبکه توری شکل درست میکنن و تمام. لوله کیپ به کیپ میشه. خیلی خوب، پس اینا دلایل اصلی بودن. حالا فرض کنیم لوله گرفته. چطور بفهمیم یه گرفتگی معمولیه یا نه یه مشکل اساسی تو خط اصلی ساختمونه؟ ببینید علائمش معمولاً مشخصه. اگه فقط مثلا آب سینک ظرفشویی خیلی کم میره پایین، خب این احتمالاً یه گرفتگی موضعیه، نزدیکه. چربی گرفته، مو رفته توش. آها. اما اگه مثلا شما لباسشویی رو روشن میکنید، بعد میبینید آب از کفشوی حموم داره میزنه بالا یا از آشپزخونه، این دیگه زنگ خطره. یعنی مشکل تو لوله اصلی فاضلابه. کار جدی تره. یاد سریع هم هست انگار. آره، وسوسه انگیزه واقعا، ولی باید خیلی خیلی مراقب بود. این محلولا مواد شیمیایی فوق‌العاده قوی‌اند، یا اسیدن یا قلیا. ممکنه یه گرفتگی خیلی سطحی از چربی رو باز کنن، شاید هم نکنن، ولی خطراتشون خیلی زیاده، هم برای خود آدم یعنی پوست و چشم، هم بخارات سمی که داره، نفس کشیدنش خطرناکه. جداً؟ بله. تازه به خود لوله ها هم آسیب میزنن، مخصوصا لوله های قدیمی تر، چدنی و اینا میخورتشون. حتی گاهی وقتا اون چیزی که باعث گرفتگی شده رو سفت‌تر و بدتر میکنن. یعنی ممکنه کار رو خرابتر کنه؟ دقیقاً. پس اون راهی که فکر میکنید ارزونه، ممکنه آخرش چند برابر خرج بتراشه. یه تلمبه دستی ساده یا فنر دستی برای گرفتگی های نزدیک خیلی امن‌تره. اغلبم کار را میندازه. پس درس مهم، عجله نکنیم و فوراً نریم سراغ محلول‌های شیمیایی. خب حالا اگه کار بیخ پیدا کرد و دیدیم نه خودمون نمیتونیم، باید زنگ بزنیم به لوله بازکن. اینجا دیگه اون ترس اصلی میاد سراغ آدم که نکنه سرمون کلاه بره، قیمت پرت و پلا ندیم. انگار یه سری کلکیایی هم سوار میکنن بعضیا. بله دقیقاً. اینجا دیگه باید خیلی هوشیار باشید. چند تا شگرد خیلی رایجه متاسفانه. یکیش تبلیغات با قیمت‌های خیلی پایینه. مثلا میگه 50 تومن، 100 تومن. خب
بعد که میان 1000 تا بهونه میارن. کار سخت بود، متراژ فنر زیاد شد. این دستگاه ما یه قطعش به اسم سه‌نظام شکست که این شکستن سه‌نظام تقریبا همیشه یه دروغ محض برای پول بیشتر گرفتن. یعنی اون قیمت اولیه فقط برای کشوندن مشتریه؟ بله، طعم است اصطلاحاً. یه کلک دیگه همینه که اول فنر میزنن، شاید هم درست نزنن. بعد میگن نشد، این گرفتگی خیلی سخته، باید از محلول شیمیایی خاص استفاده کنیم، محلولای گرون قیمت مثلا خارجی. عجب. یا میگن نه، این فقط با سر فنر الماسی باز میشه که خیلی گرونه و فلان. اینا همش راههای برای بالا بردن قیمت. خب راه چاره چیه؟ چی کار کنیم گیر اینا نیفتیم؟ اول از همه قبل از اینکه دست به کار بشن حتما یه پیش فاکتور کتبی بخواید با جزئیات کامل کار و قیمت نهایی، همین اول بسم الله. بعد از اینکه کار تموم شدم حتما فاکتور رسمی بگیرید، مهر شده باشه. یادتون باشه اتحادیه‌ای که باید جوابگو باشه اتحادیه آهنکاران ساختمان هستش. اگه حس کردید قیمت غیر منصفانه بوده یا کلاه رفته سرتون، میتونید هم به اتحادیه شکایت کنید هم به سامانه‌های دولتی مثل 124. پس شفافیت، سوال پرسیدن و گرفتن مدرک کتبی، اینا مهمه. خیلی خوب، پس فهمیدیم چرا لوله های کرج اینجورین، اگه گرفتن چی کار کنیم و چطور یه لوله بازکن منصف پیدا کنیم. اما خب بهترین کار همیشه پیشگیریه، نه؟ چطور میتونیم اصلا جلوی این مشکلات رو بگیریم با توجه به همین ویژگی های کرج که گفتید؟ چند تا کار کلیدی میشه کرد. برای اون مشکل اصلی کرج یعنی آب سخت، راستش تنها راه حل واقعاً مؤثر و بلند مدت نصب دستگاه سختگیر آبه روی لوله اصلی ورودی آب خونه. سختگیر آب؟ بله. این دستگاه ها کلسیم و منیزیم آب رو میگیرن. اینجوری دیگه رسوب تو لوله ها، تو آب گرم کن، پکیج اینا جمع نمیشه. عمرشون هم بیشتر میشه. برای اون مشکل ریشه ها هم خب اول اینکه موقع کاشت درخت حواسمون باشه، درختایی که ریشه مهاجم دارن رو نزدیک لوله های فاضلاب نکاریم و اگه زمانی مجبور شدین لوله ها رو عوض کنین، حتما از جنسای مقاومتر استفاده کنین. لوله های پلی اتیلن سنگین یا همون HDP یا PVC فشار قوی. اینا هم درزشون کمتره، هم مقاومترن جلوی نفوذ ریشه. و کارای روزمره چی؟ اون عادتهای کوچیک تأثیری داره؟ اوهو، خیلی خیلی زیاد. همین کارهای ساده روزمره فوق‌العاده کمک میکنه. مثلا حتما از توری یا صافی روی سوراخ سینک ظرفشویی و روشویی و کفشوی حموم و آشپزخونه استفاده کنید. مو و آشغال ریز رو میگیره. درسته. هیچ وقت روغن مونده غذا رو توی سینک خالی نکنید. این قاتل لوله هاست. و اینکه هر چند وقت یک بار یک کتری آب جوش رو خالی کنید توی لوله ها. این کمک میکنه چربیایی که تازه چسبیدن شسته بشن برن. پس با یکم مراقبت و چند تا کار ساده میشه جلوی خیلی از این دردسرها و هزینه ها رو گرفت. خب پس اگه بخوایم یه جمع‌بندی کنیم، نتیجه این بررسی عمیق ما این شد که مشکلات لوله کشی تو کرج فقط یه گرفتگی ساده نیستن. یعنی پشتش داستان آب سخت منطقه هست، زیرساخت‌های جوراجور و گاهی فرسوده هست، حتی نوع درختی که تو باغچمون میکاریم هم تأثیر داره. حالا شما با دونستن اینا هم میتونید مشکل رو بهتر تشخیص بدید، هم موقعی که نیاز به سرویس کار دارید با چشم بازتر صحبت کنید و تصمیم بگیرید و از همه مهمتر با پیشگیری جلوی خیلی از مشکلات رو بگیرید و خیالتون راحت تر باشه. و شاید یه سوالم برای فکر کردن بد نباشه این آخر بحثمون. ببینید خیلی از این مشکلات ریشه‌ای ترن. مثلا نبود شبکه فاضلات تو بعضی مناطق یا فرسودگی کلی لوله ها تو مناطق قدیمی. اینا مشکلاتی هستن که حل کردنشون از دست من و شما به تنهایی بر نمیاد. کار زیرساختی بزرگه. به نظرتون چقدر پیگیری‌های دست جمعی ما به عنوان ساکنین، مثلا از شهرداری یا اداره آب و فاضلات، میتونه در بلند مدت اثرگذارتر باشه تا اینکه هر کدومون رو فقط مشکل خونه خودمون رو هی مقطعی حل کنیم؟ این شاید سوالی باشه که جوابش روی کیفیت زندگی هممون تو این شهر تأثیر مستقیم داره.